Nest.js یا Nest، یک فریمورک Node.js برای ساخت اپلیکیشن های سمت سرور مقیاس پذیر با تایپ اسکریپت. نست یک سری ابزار به ما ارائه میده که روی اکسپرس یا فستیفای قرار میگیرند و میتونن باعث سریعتر و خواناتر شدن توسعه کد ما بشن. نست به صورت پیش‌فرض از API های REST و GraphQL پشتیبانی میکنه، یا اینکه میتونید با استفاده از پترن MVC یا Model View Controller یک فول استک اپلیکیشن بسازید. و خب این شبیه فریمورک های ASP.NET، روبی آن ریلز یا لاراول است. نست پر از مدیول‌های آماده است برای اتصال به دیتابیس ها، مدیریت امنیت، پیاده سازی استریمینگ و غیره. همینطور کامند لاین مخصوص به خودش رو داره که میشه با دستور نست نیو یه پروژه جدید رو باهاش ایجاد کرد که از قبل با جست برای تست کردن پروژه و تایپ اسکریپت که کمک کنه بهمون تا کدهایی که می‌نویسیم خواناتر و معتبرتر باشه. توی سورسمون اولین چیزی که باید بهش توجه بکنین کنترلر هست. کنترلر مسئول هندل کردن درخواست‌های HTTP و برگردوندن پاسخ به کلاینت. برای ساخت کنترلر از دکوراتورش استفاده می‌کنیم. داخل کلاس یه سری متد داریم و اونا رو با کلمات کلیدی مثل get، post، patch و غیره میایم دکور می‌کنیم. به این طریق شما یه دونه HTTP endpoint به روت URL اضافه کردین و خب میتونید یه استرینگ هم به دکوراتور بدین تا روت رو عوض کنید، یا حتی یه دونه داینامیک روت رو ایمپلمنت کنیم. حتی میتونیم استاتوس کد یا هدر رو هم کنترل کنیم. اینها از دکوراتورهای دیگه‌ای هستن که نست ارائه میده. و در آخر چیزی که متد ریترن میکنه همون ریسپانس بادیه که به سمت کلاینت ارسال میشه. اما فقط کنترلرها نیستند. پرووایدر یک کلاسه که توی کل اپمون یک سری لاجیک رو به اشتراک میذاره. اینها میتونن به عنوان یک سری دیپندنسی به کلاس‌های دیگه‌ای اینجکت بشن. هر کلاسی با دکوراتور اینجکتبل میتونه به کانستراکتور یک کلاس دیگه اینجکت بشه. برای مثال یه پرووایدر میتونه به عنوان گارد استفاده بشه تا باهاش احراز هویت مبتنی بر رول رو پیاده سازی کرد، یا مثلا به عنوان پایپ تا باهاش دیتاهای مثلا یک کنترلر رو ولیدیت کرد یا تغییرشون داد. و ماژول ها که باهاش کد بیس رو تبدیل به تیکه های کوچیکتری میکنن تا کد منظمتر و مرتبتر باشه و اینجوری کد سریعتر و بهینه‌تر اجرا میشه. اگر از این مدل ویدیوهای کوتاه و سرعتی دوست دارید مطمئن شید که دکمه لایک و سابسکرایب رو میزنید. ممنونم از نگاهتون و در ویدیوی بعدی میبینمتون.